نشر فیلم جدید عجیب و غیر قابل باور لطیف عزیزی در صفحات مجازی. لطیف عزیزی در فیلم‌های آمریکایی نقش ایفا کرده است. دوری لطیف عزیزی از پرده رسانه‌ها، اما به چه دلیل؟ لطیف عزیزی مصروف چه کاروباری از در آمریکا توسط چه افرادی در آمریکا حمایت می شود؟ گفتنی‌های تازه درباره زندگی جنجالی لطیف عزیزی در کشور آمریکا کاملا به دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای باید ترجمه شدن این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا به دیدن ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی مجری موفق چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را در میان مردم افغانستان داشته است. این دختر خانم شروع به کارهای هنر موسیقی از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع کرد. با آنکه لطیف عزیزی سن کمی داشت، ولی توانست در برنامه رقابتی ستاره افغان خوب بدرخشد. علاقه‌مندان و دوستداران لطیف عزیزی در برنامه ستاره افغان بیشمار بود و توانست این دختر خانم مقام سوم را در این پروسه رقابتی از آن خود کند. این همه در حال است که لطیف عزیزی بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. در کشور امریکا کاملا از راه هنر موسیقی به دور شد و مصروف فعالیت‌های هنری در بخش مدلینگ شد. این همه در حال است که لطیف عزیزی در امریکا هم به کارهای رسانه‌ایش پرداخت. علاقه‌مندان و دوستدارانش وی را در امریکا هم حمایت کرد. تازه تصاویر لطیف عزیزی در صفحات مجازی دست به دست می شود که این مجری موفق و هنرمند جوان افغان در کشور امریکا به فیلم ساختن آغاز کرده است. تازه تصاویرش از جریان ثبت تازه ترین فیلمش به نشر رسیده است که لباسهای برهنه بر تن کرده است. موج انتقادات را به همراه داشته است، ولی هر انسان خودش می داند و زندگیش. من آرزوی موفقیت کامیابی برای لطیف عزیزی از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.